سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 9 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. سنگ پردبدبه سر قبر رستم اشوروف را ویران کردند. طبیب تاجیک در روسیه جان یک زن مسافر را از مرگ نجات داد. هواپیمای مسکو دوشنبه در نیم راه در فرودگاه قزاقستان نشست. در اصفهان پیکره رمز گوسفند ایساری گذاشته شد. راننده اوپل در پایتخت دو خواهر را پخش کرد، یکی آنها جان داده است. و اکنون تفصیلات خبرها. نشریه SSSR خبر داد که مقامات در پی نوروزگی نزدیکان بانکدار معروف شورت اسمتالایف سنگ محتشم و پردبدبه سر قبر قاتل او رستم اشوروف را ویران کردند. رستم اشوروف یکی از اشتراکچیان اساسی عملیات ربودن و شکنجه و قتل معاون اول رئیس اوریانگ بونگ بود. او روز 3 ایون سال 2023 در راه فرار از تاجیکستان در فرودگاه کشنیوف دو افسر مالدوان را کشته، هنگام بازداشت خودش بیش از 10 تیر خورد و بعد چند روز در بیمارستان جان داد. سفارت تاجیکستان در اوکراین که امور مولدو را نیز در دست دارد همان شب روز خبر داده بود که مقامات مولدو جسد رستم اشوروف را به یکی از خویشاوندانش که برای بردن جسدش به کشنیوف اومده بود سپوریدند. در میانه های ماه ایول خبر رسید که رستم اشوروف را در آرامگاه سر اوستای شهر دوشنبه به خاک سپوریدند. اتفاقا جنازه شورت اسمتالایف را نیز بعد پیدا کردن و انجام تشخیص‌های طبی و دادگاهی و تشخیص DNK در همان آرامگاه به خاک سپوریدند. بنا به اطلاع SSSR مادر رستم اشوروف بعد دفن پسرش در سر قبر او یک سنگ محتشم یادگاری گذاشته است. SSSR می نویسد واقعا هم جسد این تروریست آدم ربا و آدم کش را پس از آنی که در کشنیوف کشته شد مادرش با پول کلان آورده و در مزار سر آسیای پایتخت گورانیده، سر گورش مرقد بزرگ بنیاد نمود. این شاید نخستین بار است که جسد تروریست را می آرایند و چون قهرمان مرقدش می گذارند. در دیگر دولت‌ها این عمل ناممکن است و تنها بعد دخالت نزدیکان و پیوندان شورت اسمتالایف مقامات این مرقد را ویران کردند. ولی مطمئن باشد که باز این مرقد و این مقبره قامت می افرازد، زیرا در ما همه چی را پول حل می کند. نشریه همزمان درباره بازداشت و بازجویی در عموم نزدیک 50 نفر در رابطه به قتل شورت اسمتالایف و حال افشا شدن فرمایشگر و اشتراکچیان این جنایت از سوی رهبر این گروه جنایی دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسبه خبر داده نوشته است که سبب چنین فاصله بزرگ از روز پیدا کردن جسد اسمتالایف تا روز دفن جنازهش این بود است که نزدیکان بانکدار تکه های جسد او را به مسکو برده برای پوره مطمئن شدند که این جسد اوست. دوباره تشخیص دینکا کردند، هرچند اکسپرتیز داخلی از روی دینکا و دندانها معاین نمود که این جسد بانکدار معروف است، ولی برادران شورت تکه های جسد او را برای تشخیص دقیق به مسکو فرستادند. تنها بعد دلیل اکسپرتیز خارجی جنازه شورت اسمتالایف در همان مزار سر آسیا که جسد قاتلش هم در همان جاست به خاک سپریده شد. در رابطه با دزدی و مرگ شورت اسمتالایف تا به امروز 50 نفر بازداشت و مورد بازپرسی قرار داشته. دلشاد اسبه فرمایشگر و اشتراکچی این جنایت گوش ناشنید را در تاجیکستان اعلی افشا می سازد. نوشته است SSSR در بودن و عذاب و شکنجه و قتل شورت اسمتالایف 5 نفر آنها دلشاد سیدمرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف اشتراک فعال داشتند. همین 5 نفر شام 23 میون سال 2023 اسمتالایف را از نزد خانه‌اش در محله 8 مارت به ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته شده در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزو بردند. اسمتالایف ساعت 3 صبح 24 ایون بعد 7 ساعت شکنجه دیگر بین همه عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدم ربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمتالایف را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست در موضع سرزم پنجکین پیدا کرده روز 3 آگوست به خاک سپریدند. تفتیشات دلشاد سیدمرادوف را راهبر و طراح این جنایت می شمارد. او را در اولای ماه اکتبر به تاجیکستان استرداد کردند. در چنین ویدیوی بازپرسیش که نسخه‌اش به دست پایگاه خبری بامداد نیز رسید، دلشاد کراسافچک بیان داد که از بین بردن اسمتالایف را به آنها شریک این بانکدار در تجارت خانه‌سازی قمر عزیزوف امک بچه آوازخانه‌های گروه آوازدار انیس فرمایش داده است.
او همچنین بیانات داد که گویا قمر عزیزوف از آنها از بین بردن وزیر صنعت تاجیکستان شیرعلی کبیر را هم خواسته بود و گویا گفت است که شیرعلی از شهرت هم پول زیادتر دارد. قمر عزیزوف از روز ربودن شهرت اسمت اللهیف در حبس قرار دارد و برای شرح این ادعا دسترس نیست. نزدیکانش تا کنون درباره سرنوشت او اظهار نظر نکردند. شیرعلی کبیر نیز تا کنون ادعای دلشاد کراسافچک را شرح نداده است. زاده تاجیکستان مکمل سنگینوف که باعث طبیب قلب در بیمارستان رقم 1 شهر نیژنی تگیل ولایت سوردلوفسک روسیه کار میکند. طی 1.5 ساعت کار منظم قلب یک زن مسافر در الکتریچکا یا قطاره روی آهن کچکنر اکاترینبورگ ازش رفته را نگاه داشته عملا این زن را از مرگ نجات داد. درباره کارنمایی این طبیب زاده تاجیکستان دپارتمنت سیاست اطلاعاتی حکومت ولایت سوردلوفسک خبر داد. احوال یک زن از مسافر قطاری که از نیژنی تگیل به پایتخت منطقه اورال می رفت بد شد. او از اوش رفته است و فشارش تا به حد خطرناک پایین رفته است. اطرافیان را به کمک دعوت کردند و خوشبختانه مکمل سنگینوف که نیز در همان قطار سفر داشت و زود به کمک این زن شتافته است خبر دادند در حکومت ولایت سوردلوفسک. مکمل سنگینوف پیش از همه فشار خون زن از اوش رفته را سنجیده معاین کرده است که فشار خون او تا به حد 50/30 پایین رفته است. به بالای این میمانداران و یا پروادنیک‌های قطار با خود تنها بینت و ژگو داشتند و خلاص. به این سبب مکمل سنگینوف از مسافران و دیگر خواهش کرده است که اگر کسی با خود شکلات تلخ و قهوه داشته باشد بیارد. با همین چند چیز در زیر دستش داشته یعنی تنومتر برای سنجیدن فشار خون و قهوه و شکلات، مکمل سنگینوف در دوام 1.5 ساعت تا رسیدن قطار به وокزال اکاترینبورگ کار قلب زن مدعوش را حفظ کرده است و در وокزال او را به دست طبیبان از یاری تاجری سپرده است. حال و احوال این زن بهتر شده است و او را برای تکمیل طبابتش به بیمارستان ولایتی رقم 1 به نزد طبیب قلب و نبض فرستادند. خود طبیب تاجیک این کار را کرد کارنمایی نمی شمارد و حتی به همکارانش در این باره خبر نداده است. از این رو وقتی که از الکساندر پاولوفسکی سرطبیب بیمارستان رقم 1 شهر نیژنی تگیل درباره کارنمایی زیر دستش پرسیدند او اعتراف کرد که در این باره خبر ندارد، ولی از اون که در بیمارستان آنها طبیب چون مکمل سنگینوف کار میکند اظهار افتخار و نیز عرض سپاس کرد. مکمل سنگینوف باشد در پاسخ به این همه اظهار سپاس تنها تبسم کرده است و بس. مکمل سنگینوف از پنجکند تاجیکستان بوده دانشگاه طبی را در دوشنبه ختم کرده است. او چند مدت در بیمارستان یکم سویتسکی و یک شفاخانه خصوصی در شهر دوشنبه کار کرده سال 2021 به نیژنی تگیل کوچید و اینک یک سال باز در بیمارستان شهری رقم 1 باعث دکتر قلب کار میکند. هواپیمای مسافرکش شرکت روسی هواپیمایی یوت ایر که از شهر مسکو پایتخت روسیه به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرواز میکرد به دلیل بیمار شدن یک مسافرش به صورت فوق‌العاده در فرودگاه شهر اتیراو در شمال قزاقستان فرود آمده است. در این باره تلگرام کانال اویا اینسیدنت که حادثه‌های فوق‌العاده در جریان پروازها را در سراسر عالم پیگیری میکند خبر داد. بنا به اطلاع این منبع این حادثه فوق‌العاده روز 4 نوامبر سال 2023 رخ داده است. هنگام انجام پرواز شرکت یوت ایر احوال سلامتی یک مسافر بد شده است. به این دلیل اکیپاژ هواپیمای تمغه بوینگ 767 مجبور شده است که در فرودگاه گوریوف در ولایت اتیراو قزاقستان فرود بیاید، گفته می شود در خبر. بنا به اطلاع اویا اینسیدنت اکیپاژ هواپیما قبل از نشستن درباره از معیار نشست زیاد بودن وزنش نیز خبر داده است. بنا به حسابها وزن از معیار بر زیاد هواپیما تقریبا 800 کیلو بوده است و اکیپاژ قبل از فرود آمدن در فضای اتیراو چند دور ایلووگی زده است تا مواد سوختش را بسوزاند و وزن خود را کم کند. در نهایت هواپیما بدون مشکل توانست فرود بیاید و طبیبان محلی به مسافر بیمار کمک عاجل طبی رسانیدند. بعد معاینه حالت فنی هواپیما در فرودگاه اتیراو به اکیپاژ برای ادامه پرواز اجازه دادند. تفصیلات دیگر حادثه آورده نشده است. معلوم نیست که مسافر پرواز مسکو دوشنبه گرفتار چه بیماری شده است که هواپیما در نیمه راه در نزدیکترین فرودگاه نشست. شرکت یوت ایر تا حال این حادثه را شرح نداده است. این حادثه فوق‌العاده با هواپیمای رویی تاجیکستان در حال رخ داد که
این شب و روز موج مفصل مهاجران کوری از روسیه به کشورهای زادگاهشان فراوان است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تأمین رزق روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری می‌روند. با رسیدن فصل سرما اساساً در فصل تیر ماه اکثر این مهاجران از منطقه‌های اقلیمشان قهرتون روسیه به وطن برمیگردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 5 نوامبر سال 2023 در شفت شورای دوشنبه ترسونزاده مراسم پرده‌برداری از روی پیکره رمز گوسفند ایساری که با ابتکار شهرداری ایسار ساخته شده است دایر شد. در این باره کاتب مطبوعات رئیس شهر ایسار هدایت الله خالزاده به خبرگزاری خاور خبر داده است. در مراسم پرده‌برداری گفتند گوسفند ذات ایساری که در تامین امنیت عضوقواری اهمیت جوانی دارد به فهرست سازمان‌های جهانی و بین المللی وارد شده است. گذاشتن هیکل گوسفند ایساری در پی مشورت در موضوع گوسفند ذات ایساری حالت و دورنما است که 25 ماه سال جاری با تشبث شهرداری ایسار در همکاری با وزارت کشاورزی تاجیکستان دایر شد که در این نمایش عالمان و متخصصان اندیشه‌های خویش را دایر به این نوع گوسفند و راه‌های افزایش سرشمار آن بیان داشتند. همچنین روز 28 ایول در کتابخانه ملی و 29 ایول در نویه ورزاب با اشتراک عالمان سطح بین المللی در موضوع سلکسیا و تکمیل گوسفندهای ذات ایساری کنفرانس علمی و عملی بین المللی برگزار گردید. هدایت الله خالزاده سخنگوی شهردار ایسار گفته است برای ساکنان ایسار مایه افتخار است که پیکره گوسفند ایساری که در عصرهای 6 میلادی با اصول سلکسیای خلقی در همین سرزمین آفریده شده است در مرکز این وادی گذاشته شد. گوسفند ایساری یک ذات درشت پشم و دنبکلان گوسفند محلی است که از لحاظ جثه و وزن بزرگترین گوسفند جهان به شمار رفته اساساً برای گوشت و روغن پرورش کرده می شود. هرچند درباره پیدایش گوسفند ایساری چون دیگر گوسفندان دنبه‌دار تا حال معلومات عمیق در دست نیست، ولی باور می رود که گوسفند ایساری را در وادی ایسار رویانیدند. از آنجا این گوسفندها را برای فروش به بازار شهرهای بخارا، سمرقند، قوقند، قرشی و غیره می بردند. سالهای 1950-1960 گوسفند ایساری برای بهتر کردن ذات گوسفندهای ملی ازبکی، قرقیزی و قزاقی استفاده برده در تاجیکستان از آن ذات نوع گوسفند تاجیکی به وجود آوردند. رمه‌های خوش‌ذات گوسفند ایساری در ناحیه‌های مرکزی جمهوری و ولایت ختلان، اینچنین ناحیه‌های غنچی، ظفرآباد، مشهد و شهرستان ولایت سوخت، همچنین در ناحیه‌های شیرآباد جمهوری ازبکستان پرورش کرده می‌شوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از یک صدمه مرگاور خبر داد که یک عائله را در شهر دوشنبه غرق ماتم و اندوه کرد. شام 7 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 18:40 راننده افت-ماشین تمغه اوپل سیدزاده شادمان محمورات سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه خلقوی پایتخت از سمت کوچه محمد به سمت کوچه عینی پیاده‌گردان ظریف و مویره سال تولدش 1985 و ظریف و مرجانه سال تولدش 2004 ساکنان پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه هر دو با جراحت‌های وزنی جسمانی در بیمارخانه بستری گردیدند. متاسفانه ظریف و مویره در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگری حادثه نشر نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2023 از آشکار شدن باز یک حالت قلابی هنگام خرید و فروش ماشین خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 43 ساله ساکن نوحه باباجان غفوروف که پیش با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است ماه اپریل سال 2023 به باوری مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از اون ماشین شخصیش تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 124,000 سومانی طریق نسیه گرفته تا حال مبلغش رو برنگردانیده است.
نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی بر اساس ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگر این حالت مردم فریبی نشر نشده است. خود مرد گمانبر به قلابی و جبر دیده برای شرح مستقیم ماجرا بین آنها دسترس نیستند. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای قلابی به خصوص موردهای فریب هنگام معامله های تجارتی خیلی زیاد شده است. افراد قلب دست مردم زود باور را با هر راه و هر بهانه اکثرا در معامله های تجارتی فریب داده پول یا مالهایشان را از خود می کنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.